سلام. احتمالاً شما هم این روزها زیاد شنیدید منطقه آزاد مازندران. وقت خریده به شماله الان چرا؟ ببین الان هم رکود رو داریم رد میکنیم دیگه، داره تمام میشه این رکود ملک. همین که منطقه آزاد تجاری و صنعتی مازندران از 404 اجرایی میشه. لوکس خارجی به روز وارد مازندران شه. واسه تویی که غیر بومی هستی و میخوای تو مازندران صاحب ماشین لوکس چی، تنها راهش اینه که تو مجموعه حالی که خیلی‌ها میگن قرار مازندران رو متحول کنه و مازندران رو تبدیل کنه به قطب سرمایه‌گذاری ایران. اما این به نفع کیه؟ قبل از اینکه درباره‌اش زود قضاوت کنیم، بیاین اصلا بفهمیم که منطقه آزاد یعنی چی. منطقه آزاد محدوده‌ای که قوانین مالیاتی و گمرکی معمول کشور توش اجرا نمیشه و شاملش نمیشه. کالا راحت‌تر وارد و صادر میشه، سرمایه‌گذاری خارجی راحت‌تر میشه و دولت امیدواره که با این روش کسب و کارها رشد کنه. روی کاغذ این یعنی توسعه و رونق اقتصادی، اما واقعیت همیشه با کاغذ فرق داره، مخصوصا وقتی که پای مازندران وسط میشه. استانی که از نظر جمعیتی، زیست محیطی و زیرساختی همین الان هم با بحران‌های بسیار زیادی دست و پنجه نرم می‌کنه. بیایید واقع‌بین باشیم. مازندران امروز حتی برای جمعیت فعلی خودش هم هیچ زیرساختی نداره و بسیار تحت فشاره. از جاده‌ها گرفته تا فاضلاب شهری، از بیمارستان‌ها گرفته تا تمام موضوعاتی که تمام جامعه رو در بر می‌گیره. تو همین شرایط حالا قرار منطقه هم آزاد بشه و با وجود دلال‌ها و کسانی که رویا فروشن، میلیون‌ها جمعیت دیگه هم وارد مازندران بشه و اون موقع است که دیگه فاجعه بعدی قرار به بار بیاد. سوال ساده است: آیا ما برای این حجم از جمعیت و فشار آماده ایم؟ واقعیت اینه که الان که حتی منطقه آزاد به طور کامل هم انجام نشده و فرایندش در حال انجامه، ما آماده نیستیم. الان که خیلی از بومی‌ها مجبور شدن به دلایل بسیاری زمین‌هاشون رو به غیر بومی بفروشن، قیمت زمین‌ها بالا رفته، کشاورزی رو به نابودیه و نسل جوان تبری امکان خرید زمین توی سرزمین خودش رو نداره و زمین‌هایی که باید تولید می‌کردن در حال تبدیل شدن به ویلا و برج است. به این دلیل که تمام افراد سودجو از این فرصت سوء استفاده می‌کنن و از آب گلالود ماهی می‌گیرن و از اون طرف با آزاد شدن منطقه، بازار زمین و ساخت و ساز به صورت تصاعدی میترکه و پولهای بزرگ و سرمایه‌گذارهای بسیار کلانتر از سرمایه‌هایی که الان در حال وارد شدن هستش وارد میشه و اون موقع است که دیگه هیچ کاری از دست ما و شما برنمیاد و تمام برنامه‌هایی هم که برای مازندران چیده شده قابل اجرا نیست. اما داستان فقط اقتصادی نیست. مازندران یک هویت زنده است. زبان تبری، موسیقی تبری، فرهنگ تبری، همه اینها تحت فشار قرار میگیره و وقتی جمعیت غیر بومی افزایش پیدا کنه، مثل گرگان، فرهنگ و زبان واقعی اون منطقه رو به نابود قرار میگیره و چیزی که از مازندران باقی میمونه فقط اسمشه، نه روحش. اما موضوع دیگه‌ای که اون هم بسیار مهمه، وضعیت محیط زیست مازندران. طبق آمار رسمی، اگر شما خودتون تحقیق کنید یا اصلا به صورت میدانی در جای جای مازندران بچرخید، یک نمونهش عمارت زباله یا آمل، مازندران رتبه اول بیماری‌های گوارشی و سرطان معده و روده رو داره. چرا؟ آب‌های زیرزمینی آلودن، در دل جنگل و کوه‌های زباله رو داریم که با افزایش جمعیت تمام این موضوعات چندین برابر میشه و شما خودتون میتونید فکر کنید که چی قراره به سر ما و سرزمینمون بیاد. به نظر شما با چی مواجه میشیم؟ با توسعه یا با فاجعه‌ای با یک اسم قشنگ که گذاشتن منطقه آزاد؟ همه ما می‌خوایم مازندران پیشرفت کنه، فرصت شغلی ایجاد بشه، جوان‌ها به جای مهاجرت توی سرزمین خودشون بتونن مشغول به کار بشن و کسب و کار خودشون رو داشته باشن. اما توسعه ارزش داره که ریشه ها رو نبره. توسعه‌ای که زمین کشاورزی رو برج کنه و مردم بومی رو به حاشیه ببره، اسمش پیشرفت نیست، اسمش تخریب مدرن. مازندران امروز در یک نقطه تعیین کننده است. اگر قرار منطقه آزاد اجرا بشه، باید قبلش برنامه‌های درستی برای زیرساخت درست و قوانین حمایتی برای مردم بومی یعنی تبری‌ها داشته باشه. در غیر این صورت ما منطقه آزاد خواهیم داشت ولی مازندرانی نخواهیم داشت. اگر فکر می‌کنید که با افزایش قیمت ملک‌ها و زمین‌های مازندران پیشرفتی در کاره، به این فکر کنید که روزی فرزندان و نوه‌های شما امکان خرید زمین در سرزمین خودشون رو نخواهند داشت. آیا به نظر شما منطقه آزاد به نفع مازندران و مازندرانی هست با این زیرساختی که داریم؟